سلام، خوش اومدیم به یکی دیگه از سری ولاگای رژیمای آیدلای کاره‌ای. این بار میخوام رژیم یکی از اعضای BTS رو براتون امتحان بکنم. و BTS رو قطعا همتون میشناسید. یکی از گروه‌های در واقع موسیقی خیلی معروف توی دنیا هست و باید بهتون بگم که کسی که میخوام رژیمش رو امتحان بکنم کسی نیست جز جیمی. رژیمش خیلی سمیه اما میخوام بگیرمش به خاطر شما. فکر کنم بهم گفته بودیم بگیرمش. خوشنمه. تو یه روز 1 کیلو کم کردم. واو. هنوز 1/3 از رژیم جیمین رو من تموم نکردم. اون 10 روز بوده. خیلی گناه داشته. من چه کردم؟ واقعا دلم بر جیمین میسوزه. و نمیدونم چرا دارم با خودم این کارو میکنم. من که خستم، من که دارم میمیرم از خستگی، من که نان ندارم، دارم ضعف میارم. چرا باید برم پیاده روی امروز امشب وقتی این همه کار کردم؟ خب بریم وارد ولاگ بشیم و بعد بهتون بگم که بچه‌ها جیمین کلا قبل از یک کنسرتی 10 روز رو یک رژیم بسیار بسیار سمی میگیره و این رژیم چیزی جز خوردن 1 وعده در روز نیست و اون 1 وعده هم یا سبزیجات بوده یا سینه مرغ آبپز. زندگی به رسم همه ولاگ‌های رژیمی اول با وزنمون رو بگیریم. من وزنم منهای 51 و 19. بچه وزن من الان 50. خب به خاطر اینکه لباس تنمه داره بیشتر نشون میده. یه دونه بدون لباس هم میگیرم بهتون نشون میدم. بریم شروع کنیم رژیمو. الان میخوام برم ولاگ قبلیمو که ولاگ تولدمه و پرخوری کردم و باعث چاق بشم رو ایدیت بزنم. پس شما رو با خودم میبرم ولی کافه هیچی نمیتونم بخورم. من فکر می‌کنم چه غلطی می‌کنم چون جیمین هیچی نمیخورده. آب که نمیشه تو کافه گرفت. نمیدونم چیکار کنم. فکر می‌کنم دمنوش اوکی باشه. دمنوش میخورم. اینجا که تو کافم بعد اینجوری صحبت بکنم. بچه رژیم جیمین کلا یه روتین از جیمین این بوده که 6 صبح بیدار میشده، یه وعده آب میخورده و یه وعده آب، واقعا وعدهش آب بوده، صبحونه هم دیگه نمیخورده و ساعت 7 تا 9 تمرین شدید رقص انجام میداده و بعدش ناهارش رو یه وعده کوچیک سینه مرغ یا سبزیجات میخورده. بعد از ظهر هم تمرین خیلی بیشتر هوازی یا قدرتی انجام میداده یا کششی و شام هم نمیخورده و شب هم ساعت 12 میخوابیده. و اینکه کلا خیلی رژیم سنگینیه ولی آب زیاد میخوره برای اینکه دچار کم‌آبی نشه بدنش. و خلاصه این از رژیم جیمین دیگه. بریم بگیریم ببینیم چطوری پیش میره. امیدوارم که بتونم تحمل کنم. آقا هنوز هیچی نشده. من گشنمه، خیلی گشنمه. در بعد تو ذهنم داره چیز میزای خوشمزه، پروتئین بار. تا چند الان 11:30 تازه. بدبخت شدم. خب بچه ها من برگشتم از کافه و میخوام که حالا 2 ساعت رقص جیمین رو انجام بدم و خیلی گرسنمه واقعا. اصلا باور نمیکردم انقدر زود گرسنم بشه. فکر میکردم مثلا حالا عصر گرسنم بشه ولی از الان گرسنمه. و دارم چیکار میکنم؟ دارم توی در واقع یوتیوب دنبال تمرین رقص جیمین میگردم.
خیلی سخت بود. یعنی اینکه اصلا رقصای آسونی نبود و اینکه همش سریع بود و تکون میخوردی و اینا. نمیتونم خیلی اونا رو براتون بذارم حقیقتا و اینکه اصلا نمیتونم درست انجام بدم. و اینکه برگشتم ساعت چند بود؟ 11:30 بود. همین الان که ساعت 2 تمرین میکردم، الان میرم ناهارم میخورم. ناهارمو همین به این گذاشته بودم. مرغ آبپز من نمیتونم بخورم چون اون مرغ آبپز میخورده. من مرغ گذاشتم تو ایرفرایر چون تو باشگاه دیگه فقط ایرفرایر داشتم و بریم غذا بخوریم. خیلی گشنمه، دارم بیهوش میشم، خیلی گشنمه. چه جوری آخه؟ بعد تازه مثلا من تمرین میکردم، اولین بار بود، بعد کند بودم، نمیتونستم سریع انجام بدم. اونا خودشون تمرینشون اینجوری که تون تون انجام میدن دیگه. چه جوری تحمل میکنه این بچه؟ این الان 200 گرم مرغه. نشستم تو آشپزخونه واسه هم که مرغا بخورم. خیلی گشنمه ولی دیدم که واقعا با همین من سیر بشم. الان من واقعا باید با همین سیر بشم چوس مرغ. وقتی به این فکر میکنم که بعد تا فردا ساعت 2 ظهر با همینا سیر بمونم و اینکه قرار ظهر دوباره کلی عصر، یعنی دوباره کلی تمرین حوازی داشته باشم، بعد از اون ور فردا صبح دوباره قرار 2 ساعت تمرین رقص داشته باشم، حس میکنم قرار بمیرم. از روز اول واقعا اصلا باورم نمیشه. پشمام خیلی سخته. فکر کنم قراره تبدیل به مرغ بشم، جدی میگم. بچه من همین الان کلاسم تمام شد، خیلی هم خستم، خیلی هم گرسنمه، ولی میخوام برم پیش مامانم ببینم و فکر کنم سرگرم بشم، گرسنگی یادم بره چون درگیر کلاس بودم، هی وسطش گرسنم میشد، هی دوباره گرسنگی یادم میره. بعد شاگردم از اصفهان اومده برام گز اصفهان آورده. بعد من الان اینجوریم که چجوری بس صبر کنم. امیدوارم که تحمل کنم اینو نخورم. من پیش مامانم برگشتم، اومدیم پیاده روی که حوازی شب بزنیم، حوازی شب جیمین رو بزنیم و من توی باشگاه بچه‌ها زر حوازی زدم، ولی خب دیگه می‌خواستم کامل بشه چون اونجا خیلی زیاد نبود. گفتم که بیام الان دیگه بیرون، هوا خوب بود، امروز بارون اومده، خاطر همین گفتم بیام بیرون و یه ذره پیاده روی کنیم، پیاده روی سریع که حوازی باشه. بریم داشته باشیم پیاده روی رو. راجع به گرسنگی هم بگم که هی میاد میره، یعنی میدونین انگار که هی حواسم پرت میشه گرسنگی من میره، حواسم دوباره جمع میشه دوباره گرسنه میشه. اصلا خیلی از دل میره. خسته نباش. مرسی. سلام از روز دوم. بچه‌ها من ساعت 8 کلاس داشتم. بودو ها آب معدنیمو خوردم، یعنی یه لیوان آبمو خوردم و بودو اومدم باشگاه. الان کلاسم تموم شده، میخوام وزن بگیرم ببینم که با یه روز چقدر وزن از دست دادم و بعدش میخوام برم دمنوش بگیرم. خب بچه من برم در واقع دمنوش بخرم چون که در واقع من خودمو با آب و دمنوش نگه داشتم چون خیلی گرسنم میشه و
ظرف میکنم قشنگ، برم آب دمنوش بخرم، بعدش هم بیام کلاسم که تمام بشه بریم سراغ رقصمون و خیش بریم. به زودی دیگه این در باز نمیشه. این از دمنوشا بچه ها. راستش میخواستم برم اول کافه بگیرم، بعد یادم من دیروز 500,000 تومان فقط همون دمنوشه شد. گفتم برم یه عالمه میخرم. این 2 تا باکس دمنوش گرفتم شد 150 تومن با تازه یخ. والا چی کاریه؟ من که هی قرار دمنوش بخورم این 2-3 روز. خب من برگشتم بچه خب من برگشتم وایسین بهتون نشون بدم چی خریدم. بچه من دیروز رفتم کافه دیگه، بعد دمنوش خوردم، دمنوش بابونه بود 500,000 تومان شد. 50,000 تومان نکنه بود، نه 500 بود واقعا، 500 بود یا 50 نمیدونم، یه 5 دیدم. لیوان یخ خریدم چون از آب گرم زیاد خوردنم حالم بد میشه. مثلا اینجوریه که همیشه تو طول روز آب دمای محیط میخورم، ولی اگر که زیاد از حد بشه، یعنی باید بینش حداقل یه بار آب سرد بخورم، برای همین یخ گرفتم. و چای سبز کیسه‌ای گرفتم که بتونم راحت هر موقع دلم خواست درست بکنم، چون که 24 ساعت بعد دمنوش بخورم، چون که نباید بیشتر از 500 کالری در روز بخورم. و جیمین من نمیدونم تو داشتی چی کار میکردی با زندگیت. اصلا فلسفه‌شو بهتون گفتم بچه‌ها که چرا جیمین این رژیمو گرفته. یه کنسرتی داشته و میخواسته که برای اون کنسرت روی فرم باشه، به خاطر همین شروع کرده این رژیمو گرفته و 10 روز تمام این بچه اینجوری بوده سبک زندگیش و اصلا باورم نمیشه. خیلی خیلی وحشتناکه. باشم بهتر انرژیمو نگه دارم. اینم یه دونه دمنوش کلی، الان آنباکس میکنم براتون باز میکنم ببینیم چیه. دمنوش کلی یعنی 5 6 تا 12 تا دمنوش مختلف توش هست. کلا با هم دیگه اینا شد 150,000 تومان. گرون الکی همه چی، ولی خوش میگذره تو کافه. میرم. از این لوس بازی هم بریم که کلاسام شروع شد. ببست راستی من اینو نگفتم بچه ها، 1 کیلو کم کردم تو یه روز 1 کیلو کم کردم. واو. من شنیده بودم که رژیم جیمین، آره جیمین خودش تو 10 روز 10 کیلو کم کرده، یعنی قرار من هر روز 1 کیلو کم کنم. باورم نمیشه الان شدم 49، یعنی امروز فردا صبح بعد بشم 48، پس فردا صبح بعد بشم 47. آیا ممکنه؟ ببینیم چی پیش میاد. چیزی تو شد. afición, este para vosotros. خب بچه کلاسام تموم شد. میخوام که یعنی آماده شدم که امروز نهار رو میخوام برم مرغ
کبابی بخورم و آره دیگه میخوام برم بیرون. آقا گشنمه، نمیتونم صبر کنم تا درست بشه خودم درست کنم. میخوام برم سری بیرون و کبابی، یعنی جوجه بخورم، کبابی دیگه سالن مثل همون آبپز دیگه، اونو بخورم و همین. خداحافظ، بریم بخوریم. گشنمه، دلم پروتئین بار میخورد. من هر روز زور پروتئین بار میخوردم، بعد الان دلم میخواد فقط همونو میخوام، چیز دیگه نمیخوام. نمیدونم چی میخونه. بچه جیمین کلا چون خیلی آب میخورده، من برای اینکه بتونم زیاد آب بخورم این کادو تولدم پر آب کردم ماگمو و در واقع نجاتم داده. کلا همش دارم با این آب میخورم تا حس گرسنگی میکنم سریع آب میخورم مثل الان. و همین دیگه، گفتم بهتون بگم راه حلش یه ماه کثیف شده. گارسونش عذاب نداره، خیلی گشنم بدم داره میسوزه. بچه دارم زود میگم گشنمه. کدوم؟ اینا کدوم؟ بچه کتابش اینا خیلی باله. راجبش چیه؟ خدا دانه، بیا اینجا بخون. The Big Book of BTS. کلا کتاب بزرگ BTS. باحال. فالس آیدولز. نه. جیمینمون هم اینجاست. پیدا شد. تاتا جیمین چی گفته راجبش؟ یکم برو دیگه لاغر کرده دیگه، رژیم این منو گرفت. BTS مثلا خیلی عضو مهمی هم هست. نه میگه عضو احساساتی BTS هم. یه وقتی ناراحتن اعضای گروه این میار بهشون کمک میکنه و فلان و باشون حرف میکنه. آدم خوبی هم هست. بچه آمدیم کتاب فروشی یه ذره بچرخیم بگردیم و راه بریم. غذام هست بشه چون داشتم میترکیدم، ولی چون میدونستم قرار تا فردا ساعت 2 هیچی نخورم به زور خوردم غذامو و خیلی سیرم فعلا دیم در حدی که من بالا بیارم، ولی خب انشالله که گرسنم نشه زود. بریم خونه که خیلی خستم، خیلی زیاد و خیلی گرسنم، میرم مستقیم میخوابم. گرمه، خوابمه، گشنمه. هنوز 1/3 از رژیم جیمینو من تموم نکردم، اون 10 روز بوده، خیلی گناه داشته. من گرمه. بچه من
حوازی رو رقص رو نتونستم برم. بعد از کلاسم دارم میرم استخر و اینکه روشنه. آره دارم میرم استخر و اونجا دوچرخه داره، دوچرخه اونجا میزنم. نهارم هم احتمالاً اونجا، حالا ببینم چه جوریه، چی دارن چی ندارن. امیدوارم مرغ داشته باشم واقعا، چون خیلی گشنمه. تموم شدم و بهتون بگم که بچه‌ها تموم شدم بعد از نمیدونم ساعت 11:30 بود رفتم. الان ساعت چنده؟ فکر میکنم ساعت 4:30. 1 ساعت دوچرخه رفتم، کلی شنا کردم، کلی سونا، جکوزی، همه اینا رو رفتم و ببین من دیگه تمرینات حوازی جیسون جیمین رو امروز کامل انجام دادم چون خیلی سنگین بود. اصلا حالم 2-3 بار می‌خواست بد بشه چون هیچی نخورده بودم. خب بچه‌ها حسن نگرانم شده بود چون من 5 ساعت اونجا بودم، بعد گوشی مانتنش پریده بود. خب چیکار کردی حسن؟ هیچی، به سامان زنگ زدم، به زینب زنگ زدم، به همه زنگ زده. اونو من کجام؟ راستی بچه من یه دونه چیز گرفتم، سالاد سزار گرفتم. گفتم گرسنمه، خیلی یه چای خوردم با یه سالاد سزار گرفتم. بعد سالاد سزارش کاهوش خیلی بد بود، یعنی جیمین کلا کنار سبزیجات و مرغ هم گاهی میخورده یه ذره سبزیجات تا 500 کالری. بعد سبزیجاتش خیلی بد بود. من فقط مرغ رو خوردم و مرغ خیلی کم بود. خیلی گشنمه. نمیدونم الان چیزی بخورم 500 کالری کامل بشه یا نخورم دیگه تا فردا. شیک یعنی قهوه‌ام با یه اسکوپ وی و ترسیدم حالا بد بشه واقعا چون کلاس دارم تا 8 شب و مرغی که خوردم خیلی کم بود، خیلی زیاد و خیلی امروز فعالیت داشتم. من 5 ساعت داشتم فعالیت میکردم، باورتون میشه؟ البته که جیمین هر روز همین بودا، ولی خب من مثلا روزهای دیگه یه بار ظهر بود، یه بار صبح بود، میدونی، یه بار عصر بود، یه بار صبح بود، پشت سر هم نبود. خیلی حالم بد شد، میترسم که بد شه، سرم هم خیلی گیج میرم. من رفتم رو بخورم دیگه، همینه که از خدافظ. به یه نکته دیگه بچه، من دیروز 600 گرم کم کرده بودم ولی خب وزنی که گرفتم وزنی بود که دستشویی نکرده بودم حقیقتش رو بخواین و نمیدونم حالا همون 1 کیلو بوده یا نه، این داره میاد به سمت پایین و دیگه قرار نیست هر روز 1 کیلو باشه. ببینیم فردا چند کیلو میشه دیگه، فردا وزن کنیم. بچه بعد از این شریکه دیگه اومدم باشو کلاس داشتم. الانم کلاسم تموم شد، دارم باشگاه تعطیل میکنم، برم خونه مامانم و پیاده میرم. باورم نمیشه با این همه خستگی میخوام پیاده برم ولی میرم دیگه. دیگه الان لباسامو عوض کردم میرم پیاده روی و نمیدونم چرا دارم با خودم این کارو میکنم. منی که خستم، من که دارم میمیرم از خستگی، منی که نان ندارم دارم ضعف میارم، چرا باید برم پیاده روی امروز امشب وقتی این همه کار کردم، تمرین کردم.
نمیشه بعد از این همه خستگی و فقط با یه تیکه خیلی کوچیک مرغ و یه دونه آیس لته پورتوینی اومدم دوباره بعد از 5 ساعت ورزش اومدم پیاده روی. بچه‌ها خیلی 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 خستم و الان کم کم هی داره خودش نشون میده، ولی فکر میکنم پورتوینی که خوردم شیکه باعث شد که انرژی داشته باشم. اگه با هم مرغ بود قطعا نمیتونستم بیام دوباره پیاده روی. بچه این ساختمونه رو میبینین؟ من استخر زور اینجا بودم، طبقه پایینش استخر بود، اینجا بودم. کرد دویدن، حسن شروع کرد دویدن ولی من نمیکشم بودم اصلا. شاید آدم همشون دارن کباب و چرت و پرت میخورن. داشتم میمردم اصلا دلم نمیخواست بودم، ولی حسن جلوتر دوید گفت را بیا بعد قبل یه به هم برسیم، بعد نیومد اونجا و میدم ببینم تو طول مسیر کدوم سمته پیداش بکنم. میدارم خودم حالم بد نشه. من اسکول چرا مغزم نمیکشید زنگ بزنم بهش، ببین مردم. زنگ زدم گفت من کنار یه دستشویی داره اینجا قرار گذاشته بودیم، گفت من کنار دستشویی منتظرم. وای دیرتر رسیده و من فکرم گرمازده شده، آخه هوا خیلی گرم بود، گفتم رفت به بدوی گرمازده شده. بچه دارم میبینم واقعا حالم خیلی خیلی بد، یعنی قشنگ ضعف دارم و سرم داره گیج میره. وای جیمین خدا بگم چی کارت کنم. کجا بودی؟ ببین فقط میتونم بگم مردم و اصلا اینجام درده. فردا با نتیجه میبینمتون. تو چه؟ اصلا حالش بد. سه کیلو کاشوز باورم نمیشه، خیلی وزن زیادیه که کم شده، ولی به نظرم این وزن یه ذره میتونه کاذب باشه، چون من قرار نیست واقعا از الان یعنی میرم یه چرت و پرتی میخورم چون خسته شدم از مرغ خوردن همش. قطعا میرم یه چیزی میخورم الان و میدونم که اصلا 1 کیلوش همین الان برمیگرده. حالا درسته که 1 کیلو کاذبه ولی میدونم برمیگرده. ولی بالاخره جیمین این رژیم سخت و وحشتناک رو 10 روز قبل از کنسرتش گرفته بود و نمیدونم بعدش وزنش برگشته یا نه، یا بالا پایین شده دوباره از این رژیم ها گرفته، نمیدونم. ولی هیچ وقت دیگه توی زندگی این رژیم رو امتحان نمی کنم اصلا، به خاطر اینکه یا حداقل اصلاح شدهش رو امتحان میکنم و میگیرم، به خاطر اینکه 500 کالری توی یه روز واقعا خیلی کمه واسه کسی که میخواد این همه تمرین بکنه، کار میکنه، فعالیت داره و کلی چیزای دیگه. خلاصه بچه ها اگه دوست دارین رژیم افراد دیگه ای رو براتون تست بکنم از BTS یا افراد مشهور کره یا حتی ایرانی، حتما برام کامنت بکنین و مرسی ازتون که ویدیو رو تا الان نگاه کردین. خدافظ.